شریفی پسر. بله نبیر. کلمه اولی تلفظ کن. خواهر. خواهر. نوشته خواهر دیگه. اصلا معنی نمیده خواهر. پسر ببین درست نگاه کن. اون واو خونده نمیشه. ببین نوشته میشه ولی خونده نمیشه. چرا؟ نمیشه دیگه. میشه خواهر. آها. آفرین. بس واو نوشته میشه ولی خونده نمیشه. نمیشه پسر. کلمه پایینی رو بخون پسر. جاهر. جوهر یعنی چی؟ جوهر یعنی چی؟ معنی جوهر من بگو. چه میدونی دبی اینجا نوشته ما داریم میخونیم دیگه. چی داری میخونی؟ اصلا کلمه معنی نمیده. شما گفتی واو حذف کنیم میشه جاهر دیگه. اون واسه بالایی بود. پایینی میشه جواهر. چرا اون باید حذف این نباید حذف کنه بدونیم. بخون این کلمه رو بخون. بخون. خواب. خواب یعنی چی؟ الان میری خونی میگی بابا من خواب دارم. چه میدونیم دبی اینجا نوشته دیگه شما میگیم ما بابا برکه بس من تو دماغ صحبت نکن. گفتم وام نوشته میشه ولی خونده نمیشه. خواب. همین. کلمه پایینی بخون. جاب. دبی نوشته جاب دیگه. جواب گم. شما گفتی واو حذف میشه دیگه. واو پسر رو مال بالایی بود. ما از کجا بدونیم اون کدوم حذف میشه؟ چشماتو باز کنی میفهمی. چطوری بفهمیم؟ ببین گفتم بالایی وامش هست میشه. تمام بردم. جواب.